با وجود دریافت SMS یا پیامک از مرکز ملی تستی و آگاه شدن از اعلان نتیجه امتحانات، صبح روز 3 آگوست دهها داوطلب و والدان در صحنه بینایی مرکز ملی تستی جمع آمدند. برخی با اشک چشم و ناراضگی از نتیجه های امتحانات و گروه دیگر هم با سوالهای برای خود ناروشن به ملاقات روبرو با مسئولین مرکز ملی تستی آمدند. سلاویانسک من سپردنی بودم، ترجمان میخواستم اما بالم نرسید، غلطیدم. چند بال گرفته؟ 184 بال گرفتم. آمادگیتون چقدر بود؟ آمادگی ساز بود. SMS در اول آمده بود که شما راه یافتید، بعداً راه نیفتید. برای دانشجو شدن گنجینه همگی 19 خال نرسیده است. حالا تمام امیدی او به تقسیماتی الوگی است. 227 بال گرفتم، 19 بال من نرسید. برایم من نگذرانده. چیش ناراضیم که برای بال کم نمیگذرونن. همین ناراضیم. اما در میان داوطلبان و والدین ناراضی تعدادی آنهای هم زیاد بودند که به خبر دانشجو شدن خود از طریق SMS باور نکرده آمدند تا با گوش خود این خوشخبر را بشنوند. میشد است که به یگان وای خوانده داخل شده. دادر من اومد اگزمین سپورت وای کرد. نه بعد دانشگاه تربیت جسمانی داخل شد. من میادار هستم. شما باور نداشتید؟ من باوری نداشتم راستی کرد. برای اون که وای اونقدر سوداش وای نبود. از تقریبا 91,000 داوطلبی که امسال برای شامل شدن به دانشگاه‌های کشور به مرکز ملی تستی حجت سپردند، 65,456 نفر به آزمون تقسیمات به اختصاص راه یافتند. اما هنوز معلوم نیست که از این تعداد چند نفرش در نهایت دانشجو میشوند، زیرا نقشه قبول به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و کسبی امسال 64,939 نفر معین شده است. اگر اختصاص‌های گویم نسبتاً سر توجه رو سر انتخاب رو انتخاب کرده باشد، با احتمالیت زیاد چنین داوطلب در آزمون تقسیمات کامیاب نمیگردد و این چیزی است که همیشه مرکز به آن تاکید می‌نماید و همچنین معلومات مذکور هم در وقت اعلان نتیجه امتحان ها و هم در وقت اعلان نتیجه خودی آزمون تقسیمات به طور واضح و روشن در سامانه مرکز گذاشته شده است. مسئولین مرکز تستی میگویند با وجود تشکیل واخوری و معرکه‌های ترغیباتی هر ساله آنها هنوز هم داوطلبان در برخی موارد درباره این نظام معلوماتی پوره ندارند و با جمع آمدن نزد مرکز کار خود و آنها را مشکل میکنند. برخی از تحلیلگران سبب را در هنوز هم باور نکردن مردم به کارهای ربط میدهند که توسط SMS و اینترنت به راه مانده میشوند، اما گروه دیگر بر این باورند که اقدامهای ترغیباتی برای داوطلبان به طور ضروری راه اندازی نشده است. مثل که شرکت‌های موبیلی در هر موردها وقتی یک چیز میخوان تبلیغ کنن، یک چیز میخوان نشان بدهن، ببینید اینقدر زیاد تبلیغ میکنن که حتی عادی‌ترین نفر از اون با خبر میشود و باید این مرکز هم که همه امکانیت ها در دستش هست و فکر میکنم اگر همکاری خواهد تمام شرکت ها با ایشون همکاری خوب میکنن، تبلیغات خیلی خوب هم برامون نه بس از اون که تنها طریق شرکت ها میشه، طریق وسایل اخبار عامه هم این کار راه اندازی کنند. برخی از داوطلبان ناراضی از نتیجه های امتحانی خود به مرکز به خاطر آمدند که بفهمند راه دیگری برای داخل شدن هست یا نه. مسئولین مرکز ملی تستی میگویند یگانه راه برای دانشجویان تقسیمات تکراری است که قرار است از 19 تا 22 آگوست برگزار شود. سال پنجم است که داوطلبان در تاجیکستان طبق نظام معاصر قبول یعنی توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت میکنند. اما طور وزیر معارف نوریدین سعید در صحبت اخیرش اطلاع داد امسال به فرق از سالهای پیش سالهای امتحانات داخل شوی برای دانشجویان بیشتر و مرکبتر بود.